ممنونم از شما. اینم از حلوه های من که واقعا خوشمزه و خوشگل هستن. آقا بهرام بیا، دمنوش آماده هستن. چه دمنوشی؟ سلام بر فالوورهای عزیزم، خوب هستین؟ امیدوارم که خوب باشین، حال دلتون همیشه خوب باشه. دوستای گلم، امروز من میخوام براتون حلوای گردوی تبریز رو بهتون آموزش، البته به اشتراک بذارم نه به آموزش، چون شما خودتون همتون آشپز ماهری هستی. فقط میخواستم به خودم خونه درست کنم، بعد گفتم با شما هم به اشتراک بذارم، چون این حلوا مخصوص تبریز آذربایجانه. مرسی از کامنتاتون، مرسی از لایکاتون. خیلی خوشحال میشم که نقدی، پیشنهادی، هرچی دوست داشتیم به هم بگین. مرسی، دوستتون دارم. خب عزیزای دلم، مواد لازم برای حلوای گردو اندازه هاشو میگم، به چقدر آرد چقدر باید گردو بزنیم. پودر هل، پودر قند، بعد آرد سفید، یه بسته کره، بعد روغن مایه. مرحله به مرحله باهاتون به اشتراک میذارم. من 2 لیوان آردو بستگی به تعداد نفرات داره، هر چقدر لیوانتون آردتون بیشتر باشه تعداد حلواتون بیشتر میشه. لیوانشون میکنم که کمی هم بمونه بذارم فریزر، چون تو فریزرم قشنگ میمونن. اینو مهمون داشتین بیارین استفاده کنین، چون حلوای خشکیه شیره بهش نمیخوره، مدت ماندگاریش تو فریزر و تو یخچال هست. خب من زیر گازو تا حد امکان کمش کردم، نباید زیر شعله زیاد باشه، این باید با ملایم خیلی کم سرخ بشه، ولی رنگش از حالت سفیدی زیاد مثلا در نیاد، کرمی رنگ بشه، قهوه‌ای نباشه. باید به مدت مثلا بستگی به آردتون داره. اگه آردتون زیاد بود 45 دقیقه طول میکشه طبخ این آرد، نه کم باشه فکر کنم نیم ساعت کافیه براش. الان من زمان میذارم نیم ساعت، اینو قشنگ طبخش میدم، بعد مرحله به مرحله بریم جلو. خب دوستای گلم، تقریبا آرد من کاملا از خامی در اومده. تایم گذاشته بودم کلا 45 دقیقه شد واسه این آرد 3 پیمانه 3 لیوان. مهمیه این حلوا فقط تو طبخ آردشه، اگه آردش خوب طبخ بخوره دیگه
دیگه هیچ مشکلی شماها ندارید. باید با حوصله با زیر شعله کم آردتون رو تق بدین که از خامی در بیاد. الان ببینید من زیر شعله رو خیلی کم کردم، آردمون اصلا سیاه نشده، قشنگ از سفیدی به کرم رنگی مانندی در اومده. ببینید یک کم بخوری قشنگ مشخصه لای دندوناتون که این آرد کلا خامیش گرفته شده یا نه. بریم که مراحل بعدی رو با هم انجام بدیم. خب عزیزای دلم، آرد من قشنگ کاملا تق شده. الان میریزم یه ظرف بزرگ. خب این 3 پیمونه آرده. الان یک عدد کره چند گرمی، این 500 گرمی برای 2 پیمون 3 پیمون آرد کافیه. تو حالت دمای خونه گذاشتم، خودش قشنگ باز شده. این زودتر تو آرد حل میشه. میریم سراغ گردوهامون. یه چاقو بیارم، اینا رو قشنگ، بعضیا دوست دارن اینا رو تو آسیاب پودرش کنم، ولی بهترینه که با یه چاقوی اره قشنگ ریز خورد بشه که لای دندونامون این حسشو بکنیم گردوها رو. خب الان من قشنگ اینا رو اینجوری ریز ریز میکنم، خیلی نازک و خیلی ریز. همه حلوه ها تو سبک خودشون خیلی خوشمزن، ولی اینو حتما امتحان کنیم. بهترین حلواست تو آذربایجان شرقی تبریز. تو یک شهر رو نمیدونم هست یا نه. اینو تو شکل‌های مختلف میتونین در بیارین، تو شکل قالبی که تو تبریز کفگیر حلواسی هم میگن. تو یه کفگیر بر میدارم میذارن رو دیسا که اونم نشونتون میدم. بعد تو حالت شطرنجی و رولی و تو رنگای مثلا کاکویی و پودر پسته و زعفرونم که الان همشونو بهتون نشون میدم 3 مدلشو. ببینید قشنگ گردوها خیلی نازک، نه خیلی درشت باشه که مشخص بشه، نه خیلی پود. این باید لای دندونا این گردوها کاملا باید اینجوری باشه، مشخص باشه. میکنم قشنگ. بعضی ها رندش هم میکنن، البته باید مواظب دستتون باشه. برای 3 پیمان آرد یه پیاله گردوی خرد شده ریز کافیه. حالا اینم میریزم داخل موادم. خب حالا نوبت پودر قندمونه.
برای 3 پیمانه آردمون تقریبا بعضی دوست دارن خیلی شیرین باشه، بعضی دوست دارن معمولی باشه. 1 تا 2 تا به نظر من کافیه برای 3 پیمونه آرد پخ شدهمون. 2 پیمانه پودر قند قشنگ نرم به هم میزنیم. الان نوبت پودر هلمه. یه قاشق غذاخوری پر پودر هل میزنم. خواستین دوست دارین طعمش بیشتر باشه 2 تا بزن. بعضیا زنجبیل هم میزنن 1 ذره نوک قاشق. خب الان اینم قشنگ قاطی میکنم. الان نوبت روغن مایه است. 1 لیوان کم کم میریزم. اگه کم شد بازم میریزم توش، چون گردوها خودشون روغن پس میدن بیرون. باید خیلی حواسمون باشه روغن زدن. الان من فکر میکنم این برای این کافیه. میتونین بعضی روغنش هم زیاد دوست ندارم، میتونین نصف 1/4 لیوان 1/3 لیوان هر چقدر، چون من میخوام اینو تو شکل رولی هم در بیارم روغنشو کمی زیاد کردم و الان این روغن برای این حلوا زیاده چون گرد خودش روغن پس میده، ولی من میخوام حالت رولی تو 2 رنگ 3 رنگ در بیارم. اینو اینجوری نرم کردم و الان تو روغنش کم باشه به حالت رولی در نمیاد. الان من قشنگ اینو با دستم ورز میدم. کاملا تا گردوها با آب قاطی بشه. خب الان این آماده است. برم دستمو بشورم و 1 مراحلشم انجام بدیم. خب عزیزای من میخواستم اینو یه حالت رولی تو 3 رنگ در بیارم که پودر پسته رو قبلا آسیاب کردم 1 پیاله برای بردارم. فکر کنم کافی باشه این برای این. کمی هم میدارم برای رنگ زعفرونی. 4 رنگ هم میتونین در بیارن. از پودر کاکائو هم میتونین استفاده کنی، ولی من دوست ندارم این حلوا طعم کاکائو داشته باشه. اینم از زعفرانی رو قشنگ به خودش میدم.
میکنم. زعفرونش زیاد شد. قشنگ وقتی بچه ها زعفرون میزنیم بهش، چون بابکیه، یکم این سفت میشه، این طبیعیه، ولی طعم زعفرونش خیلی خوشمزه تر از اون یکی هست. انشالله که امتحان کنین، تو کامنتاتون بگیم برام که چطوریه. خب این از این دستمو بشورم و یکی رو قاطی کنم. خب حالا نوبت اینه. اینم پودر پسته قشنگ. بچه بعضیا رنگ خوراکی بهش میزنن، اصلا مزه خوبی نمیده. یا از پودر پسته رو حتما خودتون بخریم، آمادهشو نخرین، چون باقالا رو مثلا پودر میکنن به جای پسته میدن یا چیزای دیگر رو. پس چه بهتر که خودتون قشنگ بخرین، پودرش کنین. اینم از این که آماده شد. رنگ سبز که خیلی هم سبز نیست، ولی دیگه پودر پسته است دیگه، نباید اسانس بخوره، میخوام طبیعی تر باشه. خب حالا یه ماشم باید تمیز باز کردم. کمی به اندازه همون از این سفید قشنگ میزنم. آوردنه هم میتونیم بازش کنیم. خب الان اینو میذارم کنار، اون یکی رو مثل این باز میکنم بهتون نشون میدم. دستای من اینو 3 طبقه کردم، وسطش زعفرونی. اگه زعفرانتون باز خوش شد بگم یکم بهش روغن بزنیم. لای به لای قشنگ گذاشتم روش، باز کردم. اول رنگ خود حلوا، بعد زعفرونی، بعد پودر پسته. الان رولش رو میکنیم قشنگ آروم آروم. اینم بذارم یخچال قشنگ سرد بشه، بعد برشش بزنم. من این قالبو از لوازم گنادیا خریدم که بستنی هم باش برمیدارن. الان یه قالب از این برمیدارن قشنگ. ببینید کنار قشنگ دیده بشه. قشنگ با دستتون فشار بدین. البته با قالب میتونین از روغن کم هم استفاده کنید، چون دیگه من اینو برای رولی تهیه کرده بودم. اینجوری به این شکل در میاد. بذاریم رو اینا. حالا یکی دیگه. تو مراسم ها، تو مهمونی ها خیلی خوشمزه است. حتما امتحان کنی، نوش جون کنی. البته این زعفران خورده
یه کمی از حلوای زعفرون موند دیگه، من قاطی این سفیده کردم، به اون خاطر رنگش اینجوری شده و حالا کلا رنگش سفیده. قشنگ فشار میده بچه. این یه به قول ما تبریزی ها یه پیفم داره، وقتی که آردتون روغنش کم بود اینجوری یکی از حلوا رو تو دستتون مچاله کنید، انداختین، اگه دیدین باز نشد این یعنی حلواتون دیگه اصلا باز نمیشه. البته برای این نه ها، این کلا روغنش مشخصه که زیاده برای این. خب اینا رو قشنگ تزیین کنم بعد بیام. خب عزیزای دلم، این حلوامو یه مدل دیگری هم داره که کفگیر ترایی بهش میگن. اینو قشنگ حلواها رو کنار ظرف محکم میچسبونن، اینجوری قشنگ با یه کفگیر بر میدارم میذارم بشقاب که الان میام امتحانش میکنیم. خب الان اینو قشنگ ببینید اینجوری محکم برش میدارم، اینجوری میذارم بشقاب. قشنگ با پودر پسته و پودر قند و گل سرخ تزیینش میکنن. تو مراسم ها اینجوری رو میزا میچینن. اینم کفگیر ترایی هست، اینم با قالبه. این حلوا تو 3 مدل میشه در آورد. خب اینم از حلوای سرنگمون که دوست دارین نازکتر بردارین، بستگی به سلیقه خودتون داره. خب عزیزای من، اینا به حالت رولی تموم شده با این کفگیر ترایی. الان من میخوام روی اینا رو با پودر پسته و پودر قند و گل سرخ تزیینشون کنم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما امتحان کنید، حتما. تو کامنت هامون به همون بگین که مزه‌شون چطوری بوده. خب حالا نوبت یه دم میشه که کتریمون به جوش اومده. بریم با همون حلواها یه دم میشه خوب و آرام بخش بخوریم که شامل دل گل سرخ و بنفشه و کاکتویه. زیرش کم میکنم میذارم. دموشه من آماده است. الان زیر قاز خاموش میکنم، بریم که برسیم با حلوا بخوریم. واقعا جای همه تو خالیه. آقا بهرام بخور، مزه‌شو بگو ببینیم چه شکلیه. شما که برای حاضری همیشه ناظری.
به به به، دستت در نکنه خانم، خیلی عالی، خیلی. نوش جونتون. رنج پیراهنم شده. نوش جون.